سلام دوستان، به کانال ما خوش آمدید. اگر در کشور یا شهر شما هم این هوش مصنوعی غیر فعال است، نگران نباشید. امروز با هم نحوه فعال کردن آن را می‌آموزیم. همینطور که می‌بینید این هوش مصنوعی را باز نمی‌کند. برای فعال کردن آن باید پریواد و VPN را نصب کنیم. من از اپل دانلود کردم. و نصب هم کردم. شما می توانید از اینجا کشور دلخواه را انتخاب کرده و شهر مورد نظر را انتخاب کنید و روی آن کلید کنید تا به VPN وصل شوید. حالا به VPN وصل شدیم. بریم ببینیم حالا باز می کند یا نه. همینطور که می بینید باز شد و قابل استفاده است. از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید سپاسگزارم و اگر از این ویدیو خوشتان آمده پس با سابسکرایب کردن از ما حمایت کنید تا جدیدترین هوش مصنوعی را برای شما به تصویر بکشیم.